قهرمانی است. دستای نظری شد دادن که البته شنیدین بودی قهرمانی ملت بدخشان است با سنگیوری بدخشان. این بوده یگان نفری خوشنصیب خوشحاله میبراره از طرف قماندان صاحب انعام الله خان 50,000 از طرف قماندان انعام الله خان بیرقی افضل در خدمتتان است. توسط نظر محمدی نظری همین جان داده میشه جایزه. شاپنداز پهلوان زبیالله به سواری است پهلوان محمد قماندان جایزی شیرچند است. آصف پهلوان آصف الله خان اسب خودش است. پهلوان آصف الله اسب خود آصف الله bayrak. آصف الله یک نمره bayrak با بالا سوار. آصف الله خان پهلوان آصف الله ایراق یک امتیازی bayrak بالا سوار. مدیر قهرمانی را یک امتیازی bayrak بالا سوار. برای امیره برارش نمانش که خدا قاری سرلانه نیده نمانتش امیره برارش همین که نمانش آصف الله خان از ولسوالی مردم ایراق یک امتیازی bayrak به دست آورد. یک bayrak داره به نفع مردم ایراق. آصف الله خان بدی قهرمانی را نمره bayrak آصف الله ایراقی به دست آورد. قماندان صاحب انعام الله خان 50,000 جایزه نمی بوده که داشته 50,000 جایزه قماندان صاحب آجی قماندان انعام الله خان جایزه گذاشته. جایزه قماندان انعام الله خان 50,000 جایزه است. هر جوانی خوشنصیب از جایزه قماندان حاجی انعام الله خان به دست میاره که bayrak افضل میزبانی افضل است. افضلی ها میزبانی ملت بدخشان است. بده قاری را بده قاری هم تو داری نکنه نه تو عذیتش نکنید تیرش نزنید بتیش یک پنشدی که طرف ایمان میره شاپنداز رئیس عیبی فاضل است بارستان عبدالوهاب پهلوانی رئیس عیبی فاضل است. پهلوان صاحب رولا خان قیومی امرای شرد قوس است. آدمی عزیز است صبر عادت سیر جنگش نکنین نه برای خرابش نگی نه که اگه پنشدیش بگیرم بتون باید بروا صبر که نه که آدمی عزیز غرض نگیریم خطی عزیز نشستیم خدا طرفداری عزیز است. مرا 1,000 بودی بگه برا قاری برا باشید
آزارش ندین، آزارش ندین. خداوندی بزرگ ترا قهرمان کنست، او را عاجز ساخته، اونم را نمیده که پوشاک نمیده. رولا پرواز آمد بده قیومیت چپندازی رئیس جمهوری صحبت خان ارگو، چپندازی رئیس جمهوری صحبت ارگو، رولا زبیریت، رولا قیومیت، چپندازی رئیس جمهوری صحبت الله خان ارگو، رئیس صبغت الله خان یرگو، ای یرگوی قهرمان، ای ملت قهرمانی افغانستان ارگو. یگون تجنجو خرکلای کبرما عتیق مختار، عتیق مختار، ای چپنداز قماندان عبدالملیک جرمت، چپندازای آقای کلان، آقای کلان جان جرمت، رحیم جان شریف بزرگ بوده، چپندازی رحیم جان شریف بزرگت، رئیس رحیم جان شریف بزرگ ده سری 50,000 داره. ایا بدی قهرمانیت از طرف رئیس به اینام الله خان آجی اینام الله 50,000 گذاشته. سردار خان امیری لکشش سردار خان ایلاغت دستتی کنترول پلوان سردار راغت چپنداز انجینر سیبی عبدالغفور را امپراتور انجینر غفور ایلاغیات چپنداز انجینر غفور ادراغت نمرات میدان را بنفی مردمی را امپراتور جنگی امپراتور عبدالغفوری راغت بده قهرمانش نمان کلال میکنه 50,000 جایزه داره از طرف کماندان انعام الله افضل بین قسمالات جایزه افضلی ها 50,000 $100 در میدان جایزه جنگی امپراتوری انجینر غفور میدانی سنگی برای بلند شود جنگی بسکشی مردمی لاغ امپراتوری انجینر غفور بسیری بابا شورا بسیری بابا شورا آجی سے ببینه که چه رقم است چاپنداز انجینر سیبی شمیر احمد بود ببینم که فتوای داخل میدان اعضای کابینه المپیک چی میگه دوره بتن که بدلار نیست فیصله وکیل سیدی آقا جان فیصله رئیس سیب حزب الله خوجه زید الله بای قصب و قبول نشد بدلال نیست
آجی مهراج، آجی زیبی مهراب جان، آجی پیروز باد. خوش آمدی داخلی میدان صحنه بزکشید در ولایت بدخشان. آجی زیبی مهراب جان به آجی پیروز، نسل آجی پیروز فرماندگی بزکشی را باید داره. آجی زیبی مهراب جان عراقی هم داخلی میدان شد. اظهار تشکری میکنیم از ایشان. بکیرجانی بابا شور پیش بیا. ای طرف بیا ای طرف. بسیراف بیا بسیراف. بسیش همون. بسیار بابا. بسیار همون بسیار بیاوا. صبر کن. نمایت میدان مسابقات بزکشی به شطرنبازی پهلوان عبدالبصیر به سواری اصلی انجینر سیوی شبیر احمد با رسام برندگی بی امتیاز را به دست آورد. شاپانداز انجینر شبیر احمد برندگی میدان را و دی امتیاز را به پیری بابا شور نشده. دوره بطی که باز هم بزرال نشده. بازم قابل قبولی رئی وکیل سیدی گل آقا جان یرگیتال و انجینر رئی سیدی بلابای نشد. آقا یرگیتال پهلوان رئیس علیم جان از درائیم بدخشان پیامد جایزه و تشویق به ملت بدخشان رسید. از پهلوان رئیس علیم جان درائیم به سردستگی مردم درائیم از جایزتان یک جانی سپاس. عتیق چرخ بالا بگوش سردار چند تا دست چند باش که طاقت کنه باش که خودش بگیره بزده چند نفر است. عبدالحمید پهلوان چند نفر چاپانداز است باش که کدام یادی میگیره. توده دیوالی توده است. هیچ ولسوالی تابالی برای خود نیاورده. بده 50,000 است. 50,000 داره. 50. یامیر جنایی راه 50,000 داره. چاپاندازی رئیس فواد است. چاپاندازی رئیس فواد توسط گلبدین رئیس فواد. پهلوان سیدی عبدالله خان پهلوانی ورزیده قبلی بدخشان. پهلوان عبدالحی از ولسوالی درائیم یک جانی سپاس از توفتان از تشویق عبدالله خان. یکم پهلوان در افغانستان در سنگ مور امتیاز داره. شاپانداز حاجی سعید ایوب جان، حاجی سعید ایوب جان رئیس سعید فواد است. فیاض جان ایوب جان
نوش جانت 50,000 داره. چاپاندازی رئیس فواد است. رئیس فواد ایوب جان است. ای ایوب جان نوش جانت. فواد در میدان مسابقات از صبحانه واری باده میکنه. برای دیگه توالیت دست نداده. گل محمد پروان از شاری بزرگ پنجمیته. از شاری بزرگ بدخشان گل محمد پروان از داونگی بدخشان. با دوری دایره دلبی دایره آمد. ببینیم که فواد ایوب جان چی میکنه. فواد ایوب جان تمریناتی بزکشی بدخشان تحت نظر پروان محمد اسماعیل خان است. رئیس پروان محمد اسماعیل خان تمریناتی بزکشی بدخشان را به عهده دارد. پروان لیدالله خانی راست لیدالله چاپانداز رئیس ایبی محمد علیم خان به نفی مردم راغ است. چی نگاه میادن چاپانداز رئیس ایبی مردم راغ است. راه شاری بزرگاه پروان زیدالله عراقیت. پروان زیدالله خان عراقیت از مقامی ولایتی بدخشان چی نام داره؟ مولوی جمال الدین مولوی صاحب مولوی ولایت مولوی صاحب جمال الدین خان اخجو مردم ملت سے نظاره میکنه در میدان آمده. عدی برادری ما که عدی که ولایتی بدخشان با دل اثرش اهمیت بسیار ممنون. نوار داریم چاپانداز رئیس میدین راغ است. چاپانداز لیدالله خان چاپانداز رئیس میدین راغ اسکات است. زیدالله پروان چاپاندازی ورزیده رئیس میدین راغ برنده میدان شد. چاپاندازی راغی پروان لیدالله راغ برندگی میدان را قهرمانی بدی قهرمانی را به دست آورد. سفرمت پیسره بگی مرا پیسره سفرمت رئیس میدینی راغ بدی قهرمانی به نفع مردم راغ است. برنده جنگ بزکشی به نفع مردم راغ است. ذریات رئیس میدینی راغ برندگی را به دست آورد. 5 دقیقه تفریح داریم. بدی ذریات رئیس میدینی راغی برندگی بدی قهرمانی را به دست آورد. अभी देखा एलान करो मर्जी से दो थानी از طرف ریاست المپیک دستور داد حاجی صاحب اجبال آبایی وکیل صاحب آقا
تنی است. هر تنی $200 یک تخت قالین است. $200 یک تخت قالین دو تنی جایزه داره. از طرف مردم قهرمان، مردمی میمان دوستی افضل الحاج امین جان الحاج نظر محمدی نظری که میزبان حسیب الله افضلی است. مردمی میزبان افضل ها به خدمت سمت شمالی افغانستان ایفای وظیفه داره. چپندازی دریاتی میدین راغی برنبدی قهرمانی را به نفی راه برنده شد. دریات رئیس میدین راه به نفی مردم راه برنده شد. تشریف آوری نیرومند صاحب رئیس ورزش بدخشان به میدان سنگیمنی بدخشان از ایشان تشکر میکنم. جان آقای نیرومند رئیس عمومی ورزش بدخشان تشریف آوری خیلی مقدم میگه. از پروانه خواهی شد که به دور دایره جمع شن. برادر اسد جان چی میگه؟ گل محمد پروان از دو آب گنده بگیم، گندش نگیم امیر یک نامی خیلی نمانیم. آب گنده آوی گنده چی گرد؟ ما افتخار بخشیده از افغانده و رسوالی مردم شهری بدر که گل محمد جان اسب گل بادام خریداری کرده نمایش میده. نظر به فتوای عزیز برابای وکیل صاحب ایرگی خان دو دقیقه وقت داریم جمع شد. اگر جمع نمیشه بود کسی آقا داد. آقای ایرگیتال وکیل دولت بدخشان یک وکیلی خوش اخلاقتان، یک مردی با ذمت، یک مردی پر افتخار، یک جوانی خوش اخلاقی ملت بدخشان است استقبال میکنیم. ما روی پای تازه سعدی بزرگوال وکیل صاحب ایرگیتال به ملت بدخشان تبریک میگیم. دوری دایره بیا دوری دایره که بدی تنی اعلان میشه. $200 داره یک تخت قالین است. $200 یک تخت قالین به دوری دایره حلالی مسابقات جمع شد. از طرف مردم وطن دوست بیرق افغانستان افضلها در میدان جمع شد. تنی شروع شد، تنی آغاز میشه. وردار بدا وردار بستازی کنترلی پروان تاج گل محمد است. تاج ارده میدان مسابقه را باید بدارد. میدان مسابقه اینمی بود $200 داره یک تخت قالی. پهلوان گل محمد از شهری بزرگاه چاپاندازی عاشور است. چاپاندازی عاشور محمد خان
آشوری شاری بدر شوردار آشور میدان شوردار آشوری شاری بدر پلوان تاجا گل محمدر ماشاءالله عرض تیم در میدان مسابقه طال جنگی است که کرام یک کدی میگیره جایزه نظر محمد نظری را امین جان میزبان قطعی نظارتی متکشی برخشان سالی نو را تدارکش از طرف نظر محمد نظری از طرف امین جان حاجی عبدالرزاق در میدان گرفته شده تدارک میدان bayrak نشده bayrak مد نظر بگیرید bayrak برو وطندار bayrak مد نظر بگیر که بزرگ bayrak نرفت به بدایره نه برو bayrak برو باشید حاجی صاحبی عبدالبصیر قارسانی که در سفری حج است پیام دارد از عربستان به ملت مردم بدخشان چاپاندازی امینی صاحب است چاپاندازی شیان امینی است مهیر موازهی بروش است چاپاندازی شیون است چاپاندازی شیان پهلوان محمد ظاهری بلوچ است bayrak اصلی آدم حاجی چاپاندازی حاجی سید محمد رحیم بود نشناخته چاپاندازی الحاج حاجی سید رئیس دامنای در محمد است چاپاندازی جناب رئیس الحاج حاجی در محمد در میدان مسابقات پهلوان عتیق‌الله خان چرخبال لیمجان است لیمجان چرخبال است چرخبال محمد لیمجان برای مردمی افتر است شاری بزرگ به شاری بزرگان یک نمره bayrak دارد ظاهرجان یک نمرات bayrak چاپاندازی رئیس بدخشان یک نمرات bayrak به پهلوان ظاهری به دست آورد عتیق مختار چاپاندازی چرخبال است چرخبال رئیس شهر بزرگ است چرخبال پهلوان عتیق مختار چرخبال یک نمرات bayrak پهلوان محمد ظاهری چاپاندازی رئیس فدراسیون ملت بدخشان یک امتیاز bayrak کبیر پهلوان محمد ظاهری به دست آورد از امادشاهخان مبارزی افتلی یعنی سپاس که تشویق میکنه میدان امادشاهخان مبارز افتل bayrak بالاست افتل نخواد که جب مثلی افتل داری ولسوالی پیدا شود اینجا پیش بیا از رحیمجان از توفیل رحیمجان یک جانی سپاس
پهلوان نور آقا جان، پهلوان جنرال نبیل مراد نیازی، توسط سیوم امینی برنده تیم امتیازی دایره عدالت. چاپانداز جنرال نظیر محمد نیازی که برای مردم افضل تیم امتیازی دایره عدالت مسابقات. ابلخی خجلی گلی بادام سیوم برنده تیم امتیازی دایره عدالت. برای مردم افضلها میزانی برسان و تیم امتیازی دایره عدالت برسان. پهلوان نور آقا چاپاندازی مرحوم جنرال شهیدی نظیر محمد نیازی از جایزه پهلوان محمد رحیم جان، از چاپاندازی محمد رحیم جان راه چرخبالی محمد رحیم جانی راغی شهری بزرگی جیانی سپاس. سیون امینی به میدان مسابقات جایزه چاپانداز برندگی میدان را از برادر رحیم جان، از چرخبالی رحیم جان شهری بزرگی بدخشان امتیاز قهرمانی را برنده شد. تنی آخره وردار که تنی آخره محمد رحیم جان یک تنه چاپاندازای شهری بزرگی بدخشان بدای پنیر به سنگینری بدخشان به نتی داونگی شهری بزرگ بدخشان. فیض رحمان جانی خاص داخل میدان شد. عصر نوخری را تبریک برش بگم. قابلی تشویق است، قابلی میدان است. جیران در میدان داخل میدان شمشیرواری داخلی میدان شد. $200 از طرف نمایندگان افضلها همین باز یک تخت خالین $200 جایزه است. امچاخان مبارز دشت قراق به میدان مسابقات استقبال میکنه از طرف مردم افضلها ملت بدخشان را. پهلوان رنگین پهلوان چاپاندازای حاجی عبدالقهار از ولسوالی مردمی راغ چاپاندازی حاجی سیدی عبدالقهار اندیوالی همسفری مبارک خودمان. پلنگه چی شد؟ چاپانداز و غلطی دایی پیش شد. پهلوان عتیق مختار نمایندگی میکنه. وسط حضرت جان از طرف شهری بزرگ یکم نماینده ولسوالی شهری بزرگ است. وسط حضرت جان استقبال میکنه مردم شهری بزرگ است. bayrak برو وطندار bayrak. تاج پهلوان انشالله میگیره انشالله. دستورات وسط حضرت جان به خدمت کند. شهری بزرگه وسط حضرت جان به شهری بسکچی در جنگ آورده. bayrak متوجه باشند که باز bayrak نرفته. خوجاین عبدالبصیر قصب والا بشنازم سالی همونه
رنش هم نیدم. برادری مبارزی ماست، از ایشان استقبال تشکری میکنیم. خوجاین عبدالبصیر قصاب بارستانی در خدمت ملت بدخشان است. دستی خیری بصیر قصاب با همه مردم فقیر بدخشان رسیده. bayrak نرفته، برو bayrak برو بخیر. bayrak خلاقش گفت اما چه می‌بریدن اون بگی اما چاخانی مبارز هم هر دقیقه bayrak مردمی افتال خدا جور کرده تشویق میکنه. در پلوی نظری تشریف دارن، از ایشان تشکری میکنیم. $2000 اصل عاشور اگر مدلال کنه، $2000 از طرف وساب حضرت جان جایزه داره. $2000 بگه جایزه شوالا دبی جلال کنم امیتم. استاد حضرت جانی شاری بزرگ خلقش به تنگ آمده، فشارش بالا رفته. از چپنداز خواهش میکنه که بدلال که $10,000 میتم. هزاری داره دلار. هزاری داره 10,000 میتم. آجی سر بیز بلا بای bayrak برا bayrak بز bayrak نلفته bayrak برا. اوه یایون جان bayrak چاپنداد قماندان عبدالخبیر ینزله سیمرغی ینزله سیبر چاپندادای رئیس جمال الدین خان عراقی هم آمدگی داره یا مفته آمده. چاپندادای جنگنده جمال الدین خان عراقی هم در خدمت تاند. شما مزاحمت نکنه که تودا داو یا قطینا فکایی گفتن به شما. خبیر جان چاپنداد عبدالخبیر ینزله دوری دایره است که معلوم شما که نمره دایره کنم چاپنداد میگیره، نمره دایره معلوم نیست تا به حال. نزدیک bayrak برو که جنجال میشه. آجی سیدیز بلابای bayrak متوجه باش که جنجال نشه. حضرت جان وسط، حضرت جان نماینده مردم شهر بزرگ، چاپتیمای جنگنده بزکشیش در ولایت بدخشان شهر بدخشان شور داد. هنوزم بز bayrak نرفته، بز bayrak نشده. bayrak اول بگی، bayrak اول بگی، bayrak اول بگی. نشده بز bayrak نرفت، bayrak نرفته. bayrak برو bayrak. آجی سیبی قارجان از ولسوالی رخ چاپندادای خدا در میدان میجندانه، تشویق میکنه چاپندادای خدا. آجی سیبی قارجان بز bayrak برو bayrak برو bayrak برو بزد bayrakی نیست. خودشان فهمیدن که بز bayrakی نیست. bayrak بز bayrakی نیست. سخت سندانی بزد bayrakی نیست. ملوخی دیگه درست کرد. $1,000 خیل که $1,000 جایزه داره.
جایزه داوری را حاضر جان بالا میکنه در خدمت. چاپندازی زاریماری فراجان به زمین آمد، پس به بالای از سوار است. باید طولی بیرق نشده. چی میگه کماندان صاحب جان محمد خان؟ کماندان جان محمد خان گفتنی داره، سواشو نمیشنوه. فرادی مختار یک بیرقه، فرادی مختار یک بیرق داره. کماندان صاحب بینه چی میگه؟ من مفهوم کن. فرادی مختار یک بیرق داره، یک بیرق. فراد مختار ارگو چاپندازی حاجی عزیز بایی ارگو است. چاپندا چی میگه؟ همیادی شد، همیادی شد، همیادی نو بیرق شد. کماندان صاحب نو بیرق شد. اینه میگه قبل بیرقی شد. فرادی مختار برنده این نمایراتی بیرق شد. فراد جان اسبی جلیلی شاری بزرگی بازم جامعه اشتباه شده. جامعه اسبی حاجی صاحب جلیل جان از شاری بزرگ اشتباه شده. بازم عوض میخواهیم از این برادری قهرمانمان. نمرای بیرقه، همین نمرای بیرقه زنگ بزن وحید جان. نمرای بیرقه کی برسه؟ اسب کی بود؟ اسب شای کی بود؟ اسب شای کی بود؟ اسب کی هست؟ بسواری عزیز بایی یارگو بدون بیرقی تنی را فرادی مختار به دست آورد. فراد جان خوش آمدی در دیدار جانم. با قهرمانی پدرت بیرقی پدر به دست فرزند است. فرزند مختار جان در میدان مسابقات بیرقی پدر به دست دارد. امتیاز قهرمانی را فرادی مختار به دست آورد. فراد جان مختار قابل توصیف، قابل تشویق ملت مردمی به دستان است. خیلی مطلب ناکن باشیم مدعی رو خودم پلیس هستم. نمرات میدان مسابقات بزکشی بدخشانی ها با نمره بیرق فرادی مختار توسط اسب حاجی صاحب عبدالعزیز خان نمره تنی را به دست آورد. جایزه را به افتخار پدر که دوست عزیزی ما بود مختار، جایزه را تحفه پدر را بر ما جایزه داد. نمرات میدان مسابقاتی بزکشی را محمد فاضل خان از شاری بزرگ بدخشان و این چاپندازش با توده اسب چاپندازش داخلی میدان شده. فاضل جان همراه
وسط حضرت جان میجنگانم تیم خدا در سنگی مری بدخشان. البته فاضل جان نقاب تشریف آوردنی آشور جان و آشور رئیس بی غفور جان آجی سیبی جلیلا الباب سیبی مدیسا شایی بزرگی را آمدنشان را خیلی مقدم میگه برادری ما فاضل جان نطاقی شاری بزرگ حضرت جانی ما وسط حضرت جان شاری بزرگی تمریناتی بزکشی را چاپنداداش باید داره رنج تدریب میکشه $500 جایزه برآورده چاپندازی آشور اگر حال کنه 500 جایزش میده. خلاص نشون عملی نمی آخیر ساکن پایین نکنم باز هم از برادری بزرگی ما وسط نظر ما نه وسط خیلی حضرت جان با افتخار ملتی مردم بدخشان جایزه میده ازشان جیانی سپاس یک دشاری بزرگ نمیده به همه مردم ملت بدخشان وسط حضرت جان جایزه و تشویق میکنه. از کماندان سیدی محمد حسین خان از ولسوالی خاص تشریف آوریش خیلی مقدم با مردم ملتی خاص تبریکی میتن یک کماندانی برجسته محمد حسین جان تشریف آوریش خیلی مقدم. پهلوان چاپندازی نجیب الله چاپندازی نجیب الله ایشی موش آجی سیبی علالت نجیب جنبش چاپندازی شبدالانی پهلوان برنده ایده امتیازی کنی را بندی مردمی راه بدست آورد. حضرت جان شاری بزرگ ملت تشویق میکنه وسط حضرت جان شاری بزرگی در خدمت ملت است. کل ملت بدخشان مردم شاری بزرگ عموما و نطاقشان فاضل جان تشویق میکنه. بنی اول چاپندازی مدیر سیون بنی مردمی افتر است. بنی اول بنی دویم برای عبدالحمید پهلوان با سواری است نجیبی جنبش بنی مردمی راه است. فردا تیم است با 10 بجه در میدان حاضر شد. فردا تیم است Aí,